بهم گفتن تعریف خوشبختی چیه؟ گفتم تا زمانی که گوشیت زنگ میخوره میبینی نوشته مادر، میبینی نوشته پدر، خوشبختی، بقیه چیزها رو بذار کنار. دانشمندان این فرمایش شما رو به شکل علمی تازگی‌ها ثابت کردن. احتمالا شما هم خبرش رو خوندید. تماس تلفنی با مادر، حتی با چند جمله رد و بدل شده بین فرزند و مادر، میتونه آرامش خیلی زیادی رو به بچه منتقل کنه. شنیدن صدای مادر تمام. برای تویی که اسمت مادره، اسمت زنه، آره تو همون نقطه‌ای هستی که وقتی همه دنیا داره میلرزه میشه بهش تکیه داد چون امنه. تو همون نیرویی هستی که وقتی همه چی از هم داره میپاچه بلده چجوری تیکه ها رو کنار هم بذاره. تو نور خدا روی زمینی، همون نوری که مسیر رو روشن میکنه وقتی تاریکی مطلقه. حتی خودتو بدون، حتی اگه هیچ کس قدرتو نمیدونه. برای تمام خستگیات، برای تمام لحظه هایی که بی صدا توی خلوت خودت گریه کردی و اشکهاتو پاک کردی تا کسی نفهمه، برای تمام امیدی که دادی وقتی هیچ امیدی نبود و خودت ناامید بودی، سپاس گذاریم. روزگارت نورانی، مقامت والاتر از هر واژه‌ای که بلدیم و وجود داره. روزت مبارک.